در شهر خوجند مرحله ولایتی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین فوتبالبازان 14 ساله به انجام رسید. در این مسابقه 18 دسته از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک و مهارت سنجی کردند. دسته‌ها در دو گروه رقابت نموده بهترین‌ها به مرحله یک-چهار نهایی، نیم نهایی و بازی‌های نهایی راه یافتند. باید قید نماییم که برای به دست آوردن مقام سوم دسته ناحیه 8 با تیم سوخت 2 واخوری دایر نموده با حساب 7-1 غالب آمد. برای به دست آوردن عنوان غالب مسابقه در دور نهایی دسته‌های سوخت یکی ناحیه جبار رسولوف و تیم سوخت هفت شهر خوجند بین هم واخوری دایر نمودند. دور نهایی مسابقه جالب و شوق‌آور جریان گرفته با حساب 5-2 با فایده دسته ناحیه جبار رسولوف به انجام رسید و آنها غالب این مسابقه گردیدند. مراسم جایزه سپاری مسابقه در میدانچه ورزشی سوخت 87 برگزار گردید. نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت و غالبان و جایزه‌داران مدال و افتخارنامه، جام و جایزه ها را در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. دسته ناحیه جبار رسولوف به مرحله نهایی این مسابقه که در شهر دوشنبه برگزار می شود رخ خط گرفت.